بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه دقایق پیش با خبر شدیم که رژیم اسرائیل به نشست سران حماس و قطر حمله کرده. دوستان، موضوعی که باید عرض کنیم اینه که من خودم یکی از اشخاصی بودم که صحبت‌هایی که تو رسانه‌های حکومتی خود ایران ذکر میشد تا قبل جنگ 12 روزه شک داشتم. جنگ 12 روزه که علیه ایران انجام شد و میگفتم با همین الکی اینا ساخت پرداخته ذهن متوهم توطئه جنگ و تئوری توطئه جنگ این مسائل. یکی از اون مسائلی که روش خیلی شک داشتم از این نیل تا فرات بود. میگفتم این شعار الکی یه چیزی که اینا دارن میگن، حکومت خودمون رو دارن میگن. ولی الان بعد جنگ 12 روزه سر چیزا متوجه شدیم. ببین وقتی آشکار میشه نقشه اینها، میبینید که نه، اینا واقعا همون رو میخوان عمل کنن. یعنی تمام کشورهایی که خودشون گفتن توی این نیل تا فراتت از مصر شروع میشه، ترکیه رو شامل میشه، عراق و کردستان عراق و بخشی از عراق و عربستان و کویت و اردن و لبنان و سوریه، اینا همه جزئی از این نقشه هستش که خیلی کشور بزرگی هست. و حتی ایران رو هم شامل میشه. این روی سرزمین شوش معابر شوش دانیال توی خوزستان که هست، اینا ادعا دارن حتی ایران رو که ملک خودشون میدونن، که نسبت‌هایی از ایران رو به اینا دروغ نیست. ببین الان به قطر که حمله کرده اینا وقیح شدن، ببین به صورت خیلی دیوانه‌وار به همه جا حمله میکنن، سوریه رو میگیرن، تصرف میکنن، شهرش رو تجزیه میخوان کنن، اونور کریدور میخوان بزنن از سمت سوریه، یه کریدوری میخوان باز کنن از قسمت کردا و دروزی ها، میاد به سمت کردستان عراق و تا کردستان ایران رو دور میزنه تا به بالا. اینا ببین وقاحتشون رو دیگه آشکار کردن دیگه. یعنی ببین یهود و آل یهود، من نمیگم یهودی های مومنان واقعیشون، نه اونایی که به اسم هستن، حالا اینا میگن صهیونیسته سری، این نقشه هاشون دارن عملی میکنن و مطمئن باشه یه جنگ بزرگی هم پیش رو خواهیم داشت. یه جنگی که بین مسلمون ها و یهودی ها. و یه لایه دیگه از افکار اینا اینه که اینا فقط خودشون رو انسان میدونن، بقیه رو میگن آقا اینا برده های ما، تفکراتشون که بخونید، تفکرات دستکاری شده مذهبیشون که تحریف شده رو بخونید، اینو متوجه میشه. ببین اینها دروغ نیست، همونطور که نیل تا فراتشون دروغ نبود داره عملی میشه، همینطور که سایر انسان‌ها رو به غیر خودشون آدم نمیدونن و این رو هم مطمئن باشه همه انسان‌ها جمع به بردگی خواهند گرفت و خودشون فقط انسان میدونن. اقتصاد جهانی رو به بردگی گرفتن، همه انسان‌ها رو به بردگی گرفتن. حالا اون فکتایی که داره خود هیسی دارم که موقعی که داشت این کار رو میکرد، این قضیه رو داشت ذکر میکرد، میگفت دیگه، میگفت اینها باعث نشر پورنوگرافی تو جهان، مجله‌های پورنو، فساد و رباخاری اینا تو جهان، منبعشون همین هستن دیگه. و میبینی که الان نزدیک 60-70 هزار نفر تو غزه فقط اینا کشتن. مثلا خب ادعا داشتن دیگه، مثلا ادعایی که ظاهرا میگفتن آقا ما تو جنگ باید کنوانسیون‌های مقررات جنگی رو رعایت کنیم، کنوانسیون ژنو، و اینها زن‌ها و بچه‌ها در امانن، بیمارستان‌ها رو نباید زد، مدارس رو نباید زد، آمبولانس‌ها رو نباید زد، رسانه‌ها رو نباید زد، خبرنگارا رو نباید زد. اینا همه این مسائل حقوق بشری که الان هست و رعایت نکردن هیچ. حتی زمان در حد مثل مغولا عمل میکنن. ببین یه سرزمین مغولا وارد میشدن، چاهار و سگا و گربه ها رو که میکشتن هیچی،
تو چاها نمک میریختن، زمینا رو نمک میریختن خوش میگن، اینا هم دارن غذا رو صاف میکنن. این مغولا دارن عمل میکنن تو قرن 21 که اصلا این تو چیز عجیبه، اصلا بحث دینی نیستش. اونم از کیا؟ از کسایی که خودشون مدعی هن. یه سری از مسیحی ها و آدم های آزاده جهان اصلا کاری به دینم ندارن، اصلا صداشون در از تعجب کردن، یه جور شوکن همه که چجوری تو این قرن مثلا این حرکات، این حد از وحشیگری خیلی عجیبا. خود مثلا ما میگیم مثلا مسلمان های تون رو میگن آقا یه سر باید ببریم، مثلا اونم تو فقط اونم قاعده داره تو میدون جنگ خیلی رک و ساده میگن. اینا هزاران برابر از اون کارها بدتر کردن، محاصره، غذا نمیذارن برسه، آب نمیذارن برسه، زنها و بچه ها رو میکشن، تو چادر پناه گرفتن میکشن، زنها رو بمبارون میکنن، کودک ها رو، افراد غیر نظامی رو، پیرمردا و پیرزنها رو از گرسنگی دارن زجرشون میدن، جمعشون میکنن میگن بیاید آقا غذا آوردیم، تو صف غذا تله میذارم. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر رو. این خنده خیلی، من خودم شوکم، اصلا انتظار نداشتم توی عصر رسانه و قرن 21 که این همه نهادهای بین المللی تشکیل شده، نهادهای حقوق بشری، این همه رسانه ها جا انداختن این قضیه ها رو، سازمان ها، انجیو های راجع به این قضیه تشکیل شده، سازمان ملل، و واقعا غمناکه. من خودم شخصیتی هستم که مسلمونم و واقعا دردآوره. خب اینطور چیزایی رو ما میبینیم جلوی چشممون، ما اصلا میگیم حماس بد، ما میگیم حماس بد کلا. ما نه اینکه به یه سری اصولی باید پایبند باشیم، نباید به غیر نظامی حمله کنیم، خدا ما رو ببخشه. نتونه کاری هم از دستمون بر نیومد واسه خواهرای برادران نمون توی غزه، سلاخشون کردن. ای کاش رسانه ها نبودن، ما نمیدیدیم، مسئولیتمون هم سنگین تر شد. خدایا حق این مظلوما رو بگیر ازشون، نابودشون کن، خارشون کن. ما که شرمنده ایم ولی تلاش خودمون رو خواهیم کرد تا آخرین قطره خونمون، تا جنایتکارا رو مجازات کنیم و به سزای اعمالشون برسونیم. ببخشید احساساتی شدم و نمیتونم بیشتر از این ویدیو رو ادامه بدم. موفق و مؤید باشید دوستان.